بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری، میشه خودتون رو معرفی کنید آقای محترم؟ من آقا هر اسمی دارم، بنده خدا هستم. تو من دارم آقای بنده بنیز بنده خدا. بنده خدا. خب هفته گذشته بنده خدا نبودید که محمود از خراسان گفتید؟ آقا من اولا محمود از خراسان نیستم، بنده خدا بدم بنده خدا محمود از آقا اسم تو بگو. ببینید چرا خجالت میکشید از اسمتون، از اسم پدرتون، از اسم خانوادگیتون؟ او شما خجالت میکشید. خجالت نمیکشید. من اسم من محمد انصاری. اینم شبکه منو همه دارن میبینن. آقای محترم شما بنده خدا، همه بنده خدا هستیم. اون میمونم بنده خداست، خدا خلقش کرده. اسمتون رو بگید آقای فلانی. من بارها گفتم یه اسم مستعاری بگید، همیشه با اون اسم زنگ بزنید. ببینید آقا شما اینه کسی که زنگ میزنه اکثرا آقای محترم، برادر عزیز و بزرگوار، بیننده عزیز، من با کمال ادب و احترام به شما، از شما بزرگوار خواهش میکنم یک اسمی برای خودتون انتخاب بکنید که من با همون اسم شما رو صدا بکنم. عبدالله بذارید. من بنده خدا عبدالله میشه. عبدالله بذارید. آقا عبدالله عزیز از کجا؟ ایران. کجا ایران؟ اسم شهر و روستامون هم بگیم آقای انصاری. استانتون رو بگین کافیه. همون خراسان شما گفتید. بفرما آقا عبدالله عزیز. الان من در خدمت شما هستم در مورد موضوعاتی که در برنامه مطرح شده. اگر حرفی دارید با ادب و احترام بگید، من انشالله شنونده خوبی خواهم بود برای شما. ما کسی بیادبی ندیدم اونای انصاری. من کلا دو نکته میخوام بگم. یک، کسایی که میزنن اسم مستعار میگن دیگه، من خواهش میکنم اینا نذارید شما فلانی مادری برید اسم مستعار میگن. چه ایش داره؟ هر کسی مستعاری میگه در این به فرق نیست. نمیشه که آدم اصلیش رو خودتون هم بالا بگید اسم فردی بگید. آقا عبدالله عزیز، من از شما معذرت میخوام، اصلا اسم مستعارم نگید. بفرمایید مطلب اصلیتون رو برید روش. بله، مطلب اصلی در مورد این به اصطلاح کلیپایی بود که پخش کردید. من میگم شما یک مطلبی رو که ارائه میدید، بیننده هم دارید، بیننده نیست، مطلب خلاف واقع نگید به بیننده. بگید این گفت شیرخواره، اون گفت شیرخواره. اصلا تو اسلام هست که نکاح با دختر جایزه، حالا زیر 9 سال بالای 9 سال، فقه سنت، فقه شیعه، همه اینو دارن. این شمایی که دارید میگید، من خود میگم این پسر بالا به اسلامه. یعنی این اسلام شما میگن با دختر غیر بالا میشه ازدواج کرد. نه اسلام ما نگفته اینو. یک لحظه آقا عبدالله، یک لحظه. من اون دین اسلامی رو که بگه با دختر شیرخوار ازدواج بکن، با دختر شیرخوار شهوت رانی بکن، او رو در بین رانای خود قرار بده، من اصلا از این دین بیزارم. از اون قرآن، از اون دین، از اون پیامبری که همچین مذهبی داشته باشه بیزارم. تهمت به اسلام نزنید. خمینی این مذهب خمینی است. بگید مذهب خمینی، دین خمینی در کجای قرآن گفته؟ در کجا پیامبر گفته؟ در کجا صحابه گفتن اینو؟ یعنی به نظر شما در اسلام ازدواج دختر غیر بالغ جایز نیست؟ اینجا اومدیم مسئله دیگه. سیانمایی نکنید آقا عبدالله برای مردم. اینجا میگه که بغل گرفتن، بوسیدن، در بین ران گذاشتن با کودک شیرخوار جایز است. در کدام دین و مذهب اینو گفته؟ کدام پیامبر اینو گفته؟ کدام قرآن اینو گفته؟ کدام سنت اینو گفته؟ آقای انصاری، برادر گرامی، شما یک کلمه میگید، یک کلمه بشنوید. من میگم ازدواج با دختر نابالغ جایز هست یا نیست؟ اینو خواهش می‌کنم جواب بدید. جایز است. اما اینکه باز شهوترانی بکنه اینم جایز است؟ ملزومات ازدواج چیه؟ مثلا آدم برای چی ازدواج میکنه به نظرت؟ آقای محترم، با دختر شیرخوار یک نصی به من بده که با دختر شیرخوار ازدواج جایز باشه. در کدام دین و مذهب؟ ازدواج ببین یک دو تا چهار تا است. آیا انصاری ازدواج با دختر نابالغ جایزه. این میشه رای.
نه گوش کن عزیز دلم، گوش کن، سیانمایی نکنید. این که مثلا دختر 7 ساله باشه، 8 ساله باشه، 9 ساله باشه، همون یک دختر شیرخوار. اینجا میگه دختر شیرخوار. در نص کلام خمینی گفته که دختر شیرخوار رو اگر شما در آغوش بگیری، ببوسی، در بین رانهایت قرار بدهی، جایز است. اینو در کدوم مذهب گفته؟ یک نصی برای من بیارید. بله آقای انصاری، من صحبت شما رو اینجور جواب میدم. آقای محترم صحبت من رو جواب ندید. یک، شما فرمودید که این حرف تنها از خمینی نیست، کسای دیگه هم گفتن. اینطوری می‌خواستید برای مردم رو فریب بدید. بیارید از یک دین و مذهب دیگه که همینو گفته باشه. اصلا از اسلام نه، از دین بودایی، از دین زردشتی، دین گاوپرستی، گوساله پرستی، از هر دینی که می‌خوای بیار. آقا من از دین اسلام برات میارم. تو همین دین اسلام آیا ازدواج با دختر شیرخواره؟ آقای محترم خمینی در اینجا صریح میگه که با کودک شیرخوار رو در آغوش بگیری، در بین رانهات بگذاری، با شهوت رانی بکنی جایز است. در کجا گفته؟ بیار. ازدواج چیز دیگه است، شهوت رانی چیز دیگه است. اثبات برات میکنم دین اسلام اینو گفته. اسلام گفته نگفته. دلیل بیار. دلیل. آره جایز. دلیل بیار. جلد صفحه در کدوم کتاب؟ جلد صفحه در کدوم کتاب؟ آقای انصاری شما اول جلد. منو ول کن اصلا حرف منو بزن به دیوار. جلد صفحه اسم کتاب بگو. تا اسم کتاب نگی من نمیذارم صحبت بکنی. اسم کتاب در کدوم کتاب؟ تمام کتابا در کدوم کتاب؟ اسم کتاب تمام اسم کتاب هر کتابی. اسم کتاب در کدوم کتاب گفته که شهوت رانی با کودک شیرخوار جایز است؟ اسم کتاب. من میگم ازدواج. من مثل که شما یا حرف منو نمیفهمی یا نمیخوای بفهمی. اگر کسی نمیخواد بفهمه فهماندن مشکله براش. من میگم خمینی در کتابش گفته که فلان 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 عمل جنسی با کودک شیرخوار جایز است. در کجای اسلام اینو گفته؟ یک کتاب دیگه هم به من نشون بده. آقای انصاری شما از در پشتی نرو، یا از یه در با هم بریم. آقای محترم همین حرفای خمینی رو که در اینجا گفته از یکی از کتاب‌های دیگر اسلامی از اهل سنت نشون بده. یک لحظه اگر که نمیخوای بفهمی این مطلب زوم بکن احمد جان روش که ایشون بخونه که ایشون چی میگه. بفرمایید. همین مطلبی که در مسئله 12 خمینی آورده از یکی از مصادر دیگر اهل سنت یا از هر که دین و مذهبی که میخوای بیار برام. آقای انصاری شما چرا فرافکنی میکنید؟ آقای محترم نرو ول کن، به من کاری نداشته باش. من میگم همین مطلب. ببین اینجا چی گفته؟ سایر لذت ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیز. فخذ به چی میگن؟ به ران میگن. تفخیز یعنی در بین دوران قرار دادن. حتی در شیرخوار اشکالی ندارد. بفرمایید همین مطلبی که خمینی در اینجا گفته از یک کتاب دیگر اسلامی نشون بدید. از اول بخون آقای انصاری، از اول بخون. نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن 9 سال جایز نیست، نکاحش دائمی باشد یا منقطع. و اما سایر لذت ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیزه حتی در شیرخوار اشکالی ندارد. خب همینجا نگه دار. نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن 9 سال جایز نیست، نکاحش دائمی باشد یا منقطع. پس قبل از 9 سال نکاح جایزه. من حرفم اینه. من با اونش کار ندارم. آقای محترم شما حسن حرف منو متوجه نشدی. من میگم شما تصور بکن، شما یک انسان بالغ، یک انسان عاقل، یک کودک شیرخوار که داره شیر میخوره، یعنی کودک تا چند سالگی شیر میخوره، نهایتش تا 2 سالگی. این کودک رو بیار باش این چیزایی که اینجا نوشته، این جانور این چیزا در کتابش نوشته، این کارا رو باش انجام بده. این در کدام کتاب آمده؟ اینو به من بگو. آقای گرامی من دارم به شما میگم شما منطق خوندید، اون فصلش رو آورد، یعنی ملزوماتش رو آورده. تشکر میکنم. یعنی شما تصور بکنید، میگه مقدماتش رو آورده. تصور بکنید که حاضر نیستن رد کنن حرف خمینی رو. میخوان براش یک دلیل بتراشن، براش یعنی منطق خونده. اینا شما رو با خدا این منطقه، این دینه. لعنت خدا و ملائکه و جن و انس بر این دین و بر این منطق و بر این فتوا و بر این اخلاق. سبحان الله.
آه 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 آه